خب سلام مجدد. توی ویدیوی قبلی نحوه نصب نرم افزار و اضافه کردن دوربین و ساخت گروه رو با هم دیگه دیدیم. حالا به هر دلیلی نیاز شده که یک از ویدیوها رو بریم گذشته اون ویدیو رو ببینیم که توی اون کانال به خصوص، توی اون دوربین به خصوص، توی یه تاریخ و ساعت به خصوص چه اتفاقاتی افتاده. حالا بر اساس تنظیماتی که روی دوربین داشتیم که دوربین پشتی یک پارچه شروع کنه به ذخیره کردن تصویر یا اینکه موشن دتکت باشه فقط تحرک ها رو ذخیره بکنه، اینجا میبینیم که چه گزینه‌هایی خواهیم داشت. مجدد برمیگردیم تو منوی اصلیمون. اینجا ریموت پلی بک ما داریم، یعنی دوباره دیدن تصویر اون دیوایس که از ما دوره، دیوایس که خارج از این کامپیوتر است. کلیک میکنیم. مجددا اون گروه هایی که توی مرحله قبلی ساخته بودیم رو این بغل به ما نمایش میده. ما یه دونه گروه ساختیم و این گروه رو اینجا میبینیم. من گروه رو باز میکنم. دوربین شماره 1 رو به این پنل سمت راست اضافه میکنم. به من میگه که این پایین من اسمارت سرچ دارم. اوکی میکنم. حالا یه سری توضیحات میده، فعلا اون توضیحات رو نمیخوایم تا حالا تصویرمون لود بشه. تصویر که لود بشه تو نوار پایین یه سری خطوط رو میبینیم. این خطوط نشون دهنده زمانهای ضبط شده یا تصویر موجودن. این دوربینی که ما داریم دوربینی که روی موشن دتکته، یعنی اگه تحرکی دید، حرکتی دید، شروع کنه به ذخیره کردن. به خاطر همین اگه نگاه بکنین اینا رو تکه تکه میبینیم. با اسکرول کردن به سمت بالا و به سمت پایین اینجا میتونیم زوم داشته باشیم که وقتی که نوار رو بکشیم به سمت چپ یا به سمت راست حرکت بدیم میتونیم توی این نویگیت بکنیم، توی این حرکت بکنیم و به ساعت‌ها و دقایق قبل و بعد مراجعه بکنیم، ببینیم که تو ساعت قبل و بعد چه اتفاق افتاده. می‌بینید الان تو اون ساعتی که من گذاشتم 23:30 اینجا هیچ موشنی دتکت نکرده. خطایی اینو داد که برای اینجا من پلی بکی ندارم. خب الان من اگه دابل کلیک بکنم اینجا 23:35:16 و 23:35:19 اینجا یه حیوانی چیزی بود حرکت داشت میکرد که این دوربین متوجه شده و رکوردش کرده. توی تنظیمات دوربین میتونیم تعریف کنیم که موشن ها رو از چقدر قبل و چقدر بعد ذخیره کنیم. در واقع این دوربین ها 24 ساعته در حال ضبط ویدیو هستن. موشن رو که دتکت میکنن قبل از اونو دارن. این شروع میکنه به نگه داشتن از 5 ثانیه قبل تا 5 ثانیه بعد. میتونیم حالا این تایمر رو هم توی تنظیمات دوربین تغییر بدیم. همزمان میتونیم بیش از یک دوربین هم داشته باشیم، اما اتفاقی میفته اینه که تاریخ و ساعتی که این پایین توی قسمت نوار زمان داریم برای هر دو دوربین یکسان میشه. شما نمیتونید یه دوربین رو مثلا تصویر صبحش رو داشته باشید، یه دوربین تصویر بعد از ظهرش رو. اما اگه اینجا برسیم به جایی که یکی از دوربین ها موشن داره و اون یکی دوربین موشن نداره، اون یکی دوربین خطا به ما میده. توی صفحه‌اش مینویسه که اینجا من موشنی دتکت نکردم. از اینجا روی تقویم کلیک بکنیم. میتونیم توی تاریخ تقویم هم انتخاب بکنیم که چه روزهایی رو میخوام تصویرشو داشته باشم. اگه دقت بکنین روی یه سری از تاریخ‌ها اون فلش وجود نداره، روی یه سری از تاریخ‌ها فلش وجود داره. این نشون میده که من داخل این تاریخ‌ها ویدیوی رکورد شده دارم. بیایم بریم یه ماه عقب‌تر. همه ماهو تصویر دارم. ماه قبل‌تر همه ماهو دارم. سپتامبر، آگوست. من توی ماه آگوست از 6 به این طرف رو دارم، یعنی هارد این دو دستگاه پر شده. رکوردی که داره برای من انجام میشه دو تصویرهای قدیمی منو داره پاک میکنه. این چیز هولوش 4 ماه من تصویر دارم. میگم 6 به من بده. چه ساعتی؟ هم میتونم اینجا از این نواره انتخاب کنم، هم میتونم تایپ بکنم. میگم که ساعت 10 صبح به من بده. 10 صبح. اوکی. خب همینجوری که میبینیم ساعت روز انتخاب کردیم و تو طول هفته هم هستش، در بازه. حالا تو عبور مرور یه چیزی هم احتمالاً وجود داشته باشه. من میتونم حالا اینو تغییر بدم، بکشم بیارمش جلوتر. الان رسیدم به 17:50. آفتاب کم کم دیگه رو به غروب میره، هوا تاریک میشه. حالا میتونم همینجا اگه صحنه چیزی دیدم پاوز بکنم، همینجا
روی گزینه عکس بزنم، از اینجا میاد یه دونه عکس برای من میگیره از این تصویری که دارم میبینم، همینو عیناً یه دونه اسکرین شات برای من میگیره. یا دکمه دانلود بزنم، روی این کلیک راست هم بکنم دانلود بزنم، به من اجازه دانلود میده که حالا دانلود یه نکته‌ای داره که راجع به اون دوباره میایم برمیگردیم و صحبت میکنیم. وقتی من پلی رو بزنم شروع کنه پخش کردن، از روی ثانیه شماره این مشخصه، میتونم سرعت پخش رو تا 16 برابر ببرم بالا. ثانیه شماره رو اگه ببینی 40، حالا تصویر هم مشخصه، یا برعکس سرعت پخش رو کند بکنم. یه اتفاقی افتاده که من میخوام آهسته ببینمش که داره چه اتفاقی اینجا میفته، پس سرعت رو اینجا میتونم کم بکنم. من میام سرعت رو روی حالت عادی میذارم. اگه دوربین ها صدا رو هم ذخیره میکنن، از اینجا میتونم روی این بلنگوی گوشه سمت چپ کلیک کنم، روی بلنگو بزنم، صدا رو ببرم بالا و صدای این دوربین رو هم بشنوم. این گزینه فقط و فقط برای پلی بک کاربرد داره. تو زمانی که شما فایل رو دارید دانلود میکنید نیازی نیست که به این بلنگو دست بزنید، سیستم به طور اتوماتیک تصویر و صدا رو با هم دیگه دانلود میکنه. خب برگردیم سر وقت دانلود ویدیو که حالا میخوایم ویدیوی یک کانالی رو برای 1 ساعت خاص تا 1 ساعت خاص برای یه تاریخ به خصوص دانلود کرده باشیم. من میام یک از دوربینا رو میبندم، حالا همه دوربین ها میتونن باشن، میتونن فقط یه دونه رو داشته باشیم. من میام این یکی دوربینم رو انتخاب میکنم. بزن یه زمان به خصوصی رو برداریم که موشنی که اتفاق افتاده اینجا به چشم ببینیم که چه اتفاقی افتاده. اینجا یه سری پرنده رد شدن. یه نکته دیگه هم که وجود داره این که ما اینجا اوپن دیجیتال زوم هم داریم. حالا این آقای نگهبانم داره عبور میکنه، با گرفتن و کشیدن تا اون مربعی که میخوایم میتونیم اینجا زوم هم داشته باشیم. برای برگشتن یه بار کلیک میکنیم، زوم برمیگرده. دوباره من یه قسمت رو انتخاب میکنم، زوم میکنم، دوباره زوم میکنم، دوباره زوم میکنم. بسته به کیفیتی که دوربین شما اجازه میده، مگاپیکسل دوربین، تو میتونید این زوم و مقدارهای مختلف زوم داشته باشین که ببینیم اینجا داره چه اتفاقی میفته. خب من میام ویدیو رو پاوز میکنم. فهمیدم که حوالی 16:30 تا 16:42 ثانیه یه اتفاقاتی افتاده. اینو میخوام از همین کانال دوربین دانلود کنم. کلیک راست میکنم، روی گزینه دانلود کلیک میکنم. اینجا به من میگه از کدوم کانال ها میخوای دانلود کنی. میبینید اینجا من 2 تا کانال بیشتر ندارم. علتش چیه؟ علتش اینه که توی کانال های نمایش داده شدم 2 تا کانال بیشتر من نکشیدم انداختم توی این پنل. اگه کانال سومم اضافه بکنم و زمانی که دوباره کلیک راست بکنم دانلود رو بزنم، حالا هر 3 تا کانال رو به من اجازه دانلود میده. میگم اوکی من از کانال 4، حالا این دوربین جدیدی که اضافه کردم، میگه از 15:31 و 42 ثانیه رو به من بده. خب من میگم بذارید دقیقش رو بریم چک بکنیم. من اینو میبندم، اینم میبندم، میام اینجا به سمت بالا دارم اسکرول میکنم که دقیق تر بتونم زمان رو داشته باشم. این سگی که داره حرکت میکنه رو داریم میبینیم. 16:41 ثانیه این موشن رو دتکت کرده تا 16:42 ثانیه. پس من پاوز میکنم، کلیک راست دانلود، میگم که کامرای 4 رو میخوام، 6، 16:41 میگم از 30 ثانیه رو به من بده تا 16 مثلا میگم 45:20 و دکمه اوکی رو میزنم. حالا کلیک میکنم روی دانلود. سیستم شروع میکنه به دانلود کردن فایل. میگه که این گوشه adding to download queue succeeded، میگه من یه صف درست کردم برای دانلود و دانلود انجام شد. همینجا به من اوپن فولدر هم میده. اگه سمت راست من بتونم به شما نمایش بدم، میگه که اوپن فولدر که کلیک بکنم میره فولدری رو کامپیوتر من باز میکنه که فایل ذخیره شده دوربین رو داره اونجا نگهداری میکنه. من اینو کوچیک‌ترش بکنم که شما بتونید ببینید. اینها میشن فایل های دانلود شده مربوط به اون ساعت و تاریخی که من
انتخاب کردم. تو اسم فایل اگه نگاه کنیم 2024 12 7 16 43 49 میشه 16 و 43 دقیقه و 49 ثانیه الا اون آخر پایان اون ویدئویی که داریم میگیریم. حالا این یه دونه عکس بود، عکسی که اون وقتی گرفتیم، این یه دونه ویدیو، 2 تا ویدیو و 3 تا ویدیو. علت تک تک شدن ویدیوها چیه؟ اون بازه‌ای که من انتخاب کردم بازه‌ای که این پایین بریده داشت، به ازای هر قسمت از اون بریده ها میاد یه دونه فایل برای من ذخیره میکنه. حالا من یه دونه از فایل ها رو دابل کلیک میکنم. معمولا پلیری که خیلی خوب روی ویندوز جواب میده و این ویدیوها رو بدون ایراد اشکال باز میکنه KM پلیر هستش. پیشنهاد میکنم که KM پلیر داشته باشید. روی ویندوز 11 و ویندوز 10 پلیر خود ویندوز هم نمایش خوبی میده و خروجی قابل قبول میده. اون ته یه مینیبوس در حال حرکت، موشن دتکتمون اون مینیبوس رو دتکت کرده و تصویر اون مینیبوس رو برای ما ذخیره کرده. حالا یه دونه دیگه از ویدیو رو ببینیم. یه کامیون اونجا در حال حرکته. و ویدیو سوم به تاریخ و ساعت هم که روی ویدیو داریم میبینیم دقت بکنید، دقیقا همون بازی هست که ما انتخاب کردیم و چون موشن دتکت کرده، موشن داشته، واسه ما همون تیکه ای رو دانلود کرد که موشنش وجود داره. نکته به خصوص دیگه ای نداریم و تمام.